خانم دوست پسر دارید؟ بله اوکی هستید باشه شوخی کنیم؟ بله، ولی بعید میدونم الان جوابتون رو بده. حالا ما یه زنگ می‌زنیم اگه جواب داد که چالش باش میدیم دیگه. مشکلی نداره. فقط شغلش چیه؟ لوازم آرایشی داره. پس شمارهشو میزنم برید بعدی. الو. الو سلام. سلام بفرمایید. الو چطوره خوبی؟ مرسی شما. من راضیت یکی از مشتری های مغازت هستم. چند روز پیش اومدم ازت خرید کردم، ازت خوشم اومد، گفتم باهات تماس بگیرم. اشتباه کردی خانم، من دوست دختر دارم. خب من اوکی اما اگه دوست دخترم داشته باشی میخوای با هم یه بار بریم بیرون؟ میگم دوست دختر دارم، میفهمی پیشمه. الان پیشتم؟ آره شوخی دارم با تو. میگم خودی چیرت بده. الو کیه؟ بچه به دوست پسرم زنگ زدی؟ الو چرا حرف نمیزنی؟ تو چی میگی بابا؟ موجی این چه پسره؟ پشما